های جوان هستی. سلام دوستای گلم، من پریسا هستم، یه دختر قوی، مستقل، موفق در حوزه های مختلف مثل حوزه مالی و اقتصادی و غیره که تحصیلات دانشگاهیمو تا مقطع کارشناسی ارشد رشته برق الکترونیک ادامه دادم. امروزم 12 فروردین روز تولدمه و سپاسگزار خداوندم که به هم فرصت داد تا با شما عزیزانم باشم. اصلی ترین تفریح من مطالعه در راستای شناخت هرچه بهتر و بیشتر خودم و قوانین حاکم بر پیرامون ما انسان‌ها و تأثیر متقابل خویشتن‌شناسی و درک شالوده‌های آفرینش بر کنترل و بهبود زندگیمون در حوزه‌هایی مثل روابط فردی و اجتماعی، ثروت، موفقیت و رضایتمندی از زندگی هستش. با توجه به نتایج بعضاً غیر قابل باوری که در طول زندگیم از به کار بردن قوانین و آموخته‌هایی که از طریق این مطالعات آزاد به دست آوردم، تصمیم دارم تا در این کانال در کنار هم با یک تعامل دوستانه و چند جانبه بتونیم به هم کمک کنیم تا یه زندگی رویایی در هر کدوم از جنبه‌های سلامتی فردی و اجتماعی، ثروت، عشق، عزت و نفس و غیره برسیم. این ویدیو رو میتونم به عنوان جلسه اول از مجموعه جلسات دوره هم با هم تا رسیدن به ثروت بهتون معرفی کنم. اگر کمی بزرگتر به جهان اطرافمون نگاه کنیم، میبینیم که اساسی ترین مسئله در پیدایش حیات در این کره زیبا که زندگی کردن و در اون بهمون هدیه شده، مسئله تدریج و تداوم تا رسیدن به تکامله. قبل از هر چیزی میخوام در مورد اینکه خودم این مسیر رو چطور طی کردم صحبت کنم. من توی زندگیم از وقتی که حالا خودم یادم میاد، از دوره راهنمایی، به خاطر شرایط سخت مالی که داشتیم به این نتیجه رسیده بودم که باید پول جمع کنم، ولی همیشه توی وجودم این بود که من میخوام از لحاظ مالی ثروتمند باشم، میخوام شرایط مالی خوبی داشته باشم. به خاطر اون تضادهایی که تو زندگیم در دوران کودکیم داشتم، خیلی زود مجبور شدم از خرج کردنام کم کنم. درسته که اغلب خواستامو تهیه میکردم، ولی باورهای ایرادداری داشتم که خیلی وقتا از این پول هیچ استفاده نمیشد و بعد به طرق خیلی مزخرف این پول از بین میرفت و هیچ سودی هم ایجاد نمیشد. با اینکه درآمد بالایی بود، ولی نتیجه نهایی جیب خالی من بود. مثل اینکه شما یک سطل آبی رو چه بدونم بذارید زیر بارون خیلی خوبی هم بباره و این سطل همینجوری پرشه، ولی زیر این سطل یه سری سوراخ باشه. هر چقدر که بارون میزنه این سوراخ‌ها باعث میشه که آبی ته سطل جمع نشه. تا میخوای این سطل رو ببری تا خونه ببینی که کل آب تلف شده. زندگی من هم مثل همین سطل بود. کار میکردم، فعالیت میکردم، درآمد خوبی هم داشتم اغلب، ولی آخرش هیچی نمیموند. سطل کاملا سوراخ بود تا اینکه گذشت و من به این نتیجه رسیدم که یه سری باورها به صورت بنیادی باید تو ذهن من تغییر کنه تا من از لحاظ مالی پیشرفت کنم، وگرنه اینجوری که من دارم حرکت میکنم، این که 2 قدم بری جلو 1 قدم بری عقب، 2 قدم بری جلو 4 قدم برگردی عقب، و اینکه هیچ وقت پول تو جیبم نباشه، هر چقدر کار میکنم سطل سوراخ باشه. و در نهایت رسیدم به بحث باورها که اصلا کل شرایط زندگی ما رو دارن باورهای بنیادین میسازن. حالا باورها چی هستن؟ جلسه بعد به این موضوع میپردازیم. براتون سلامتی، آرامش، ثروت، خوشبختی و دلی پر از عشق آرزومندم. دوستتون دارم.